Коронавирусҳо ин вирусҳое мебошанд, ки метавонанд дар бадани инсон ҳар гуна бемориҳои роҳҳои нафасро ба вуҷуд оранд. Яке аз сабабҳои асосии тамоми ҷаҳонро фаро гирифтани ин беморӣ ин бенишон гузаштани он мебошад. Яъне чӣ гуна аст? Вақте ки одам сироятнок мешавад, дар аксарияти ҳолат дар шахсоне ки синни соли ҷавон ҳастанд, синни соли миёна, яъне ки ин бенишона мегузарад. یعنی در آن یگان علامت‌های بیماری به مانند حرارت بلندی، به مانند بیمه‌داری، سلفات، درد در قلب و دیگر نشانه‌هایی که به بیماری خاص است دیده نمی‌شود. بنابراین تصور کنیم که وقتی که شخص تماماً بی‌نشان است، اگر نشانه‌اش نیست، در جاهای جمعیتی، در دیگر جاهای سیرودان بی‌مامونیت گشتگذار می‌نماید که این یکی از سبب‌های اساسی پهنشوی آن می‌باشد. ما نمی‌دانیم آیا این شخص سیرویتناک است یا که نه. بنابراین دریافت چنین بیماری‌ها نیز دشوار می‌باشد، زیرا در آنها که نشانه‌های بیماری دیده نمی‌شود، آنها بی‌مامونیت در کوچه و بازار و دیگر جاهای جمعیتی سیر و گشت نموده ایستادند که این یکی از سبب‌های اساسی پهنشوی بیماری به حساب می‌رود. دوامی 14 روز یعنی که مرحله نهانی میگن، مرحله پنهانی در اپیدمیولوژی چنین ترمین وجود دارد. مرحله پنهانی یعنی که آدم شخص سیرویتناک است، یعنی که مرحله پنهان در آن حال سیمتوم بیماری پیدا نشده است. انا امروز یک شخص با یک شخص سیرویتناک علاقه‌مندی نمود و دوام 14 روز یعنی که میتواند که تا 14 روز یگان نشانه پیدا نشد او سیرویتناک است، میتواند که دیگر شخصان رو سیرویتناک کند و پس از به حساب میانه 8 روز تا 14 روزه نشانه اولینی او پیدا میشود که بعدا ما اون رو دریافت میکنیم اون بیمار است. تا این دم او تصور کنید که یک آدم دوام یک هفته یا 14 تا چند نفر آدم با چند نفر شخصان در علاقه میموند و با چند نفر شخصان علاقمند نموده آن رو سیرویتناک میکند. این هم یکی از مشکلات هایی که سبب پهنشوی بیماری شده ایستاده است. برای همین ما باید در جایهای جمعیتی عموما هنگامی به کوچه برآمدن از نقاب‌های طبی استفاده بریم. حرارت خانه را نگاه داریم. فرقیت حرارت خانه از کوچه از 5-8 گرادوس زیاد نباشد. بسیارتر در این فصل مردم به کول‌ها میروند، به دریاها میروند برای آببازی نمودن. شخصانی که گرفتار بیماری کووید 19 و پنیمونیا التهاب شش میباشند با آنها توصیه داده نمی شود که در حوضهای شناوری، کول‌ها خصوصا دریاها آببازی نمایند. شخصان سالم می توانند آببازی نمایند، تنها حرارت از 18 درجه و کودکان از 22 درجه پایان نباشد. از کارمندان مغازه‌ها، راننده‌ها خواهش کرده می شود که مشتریان خود را به نقاب طبی اجازت وارد شدن ندهند. از همه شمایان احترامانه خواهش می نماییم که همه آن قاعده هایی که در بالا ذکر نمودیم با آنها عمل کنید و حیات خود و نزدیکانتان را حفظ نمایید. امروز باید همون 3 قاعده طلایی این گیگین شخصی یعنی شستن دستان با صابون ها، بستن نقاب و مسافه رو رعایت نمودن. اگر همین قاعده ها رو رعایت کنیم ما به یگان خیلی بیماری های سرایتی گرفتار نمیشیم.